به نام خدا و با عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ. برنامه شام غریبان، یک برادر به نام غلام یحیی جان حبیبی به مبلغ 10,000 پول افغانی روان کردم از کشور آلمان که ما اینا فقط آمدیم گفتم شما نون خشک بگیریم به پلاستیکا کنیم به می گریونا مسکینا کسایی که نیازمندم توزیع کنیم. از شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. تشکری میکنیم از غلام یحیی جان حبیبی که واقعا غم از این مسکینا رو میخورم. خداوند شما رو خیر بده، داغ اولادا خور نبینیم. هر آرزویی که داریم به دل خود خدای پاک برای شما بده که این مسلمانان درک میکنیم. از شما خواهشمندیم بینندگان عزیز که تا آخر ویدیو همراه ما باشیم.